السلام علیکم هموطنان عزیز، با شما سلامتی سربلندی می خواهیم. اصلا معنی کلمه سلام میگویند ما به شما امنیت و آسایش می خواهیم. شکوه و شهامت و فیض و برکات کشور نازنین وطن یگانه مان ازبکستان امروزها دگرگونه است. خلقهای سرملت این سرزمین نازنین خورشیدی با شادمانی و افتخار و شکر و سپاس از مرحمت آفریدگار، امنیت و آسایش دیار، بنیادکاری های هوس انگیز، محیط انسان پرورانه سیاسی و اجتماعی سالگرد استقلالیت دولتی ریسپوبلیک ازبکستان را جشن میگیرد. در سراسر دیارمان به شرف و مناسبت این عید عزیزترین و مقدسترین وطن تدبیرهای دلانگیز و خاطرمان عیدانه برگزار می‌گردند. امنیت و آسایش هست که امروز در کشور ما باز عید است. 28مین سالگرد استقلالیت دولتی ازبکستان. به مناسبت این صحنه مهم در تمام گوشه و کنار مملکتمان، در تمام شهر و ناحیه ها، روستاهای دوردست ولایتمان چاره‌بینی و تدبیرها، انجمنهای زیبای عیدانه برگزار گردید و امروز در ولایت این عید به اوج اعلا میرسد. در صحن زیبا، گلفشان و دلبر کاخ مدنیت و صنعت ولایت. کاخ تئاتر و کنسرت فرغانه لباس عیدانه به بر کرده است. زیباترین منظره که در این سرای محتشم و گلباغ سبز آن به نظر ما رسید، چهره‌های خندان، نگاه‌های شعله‌ور از احساس ممنونیت و رضایت اهل عیدگاه بود. با تن صحت و خاطر جمع به سیر عیدانه برآمدن، همدیگر را با بهترین آرزو و نیت‌ها تبریک کردن سعادت است. ما امروز از صبح به فرغانه آمدیم برای تماشای عید مستقلی. من از این خیلی منت دارم. با 28 سالگی مستقلی ریسپوبلیکمون همه شما را تبریک میکنم و همه شما صحت، سلامتی، خاطر جمعی، همیشه بخت و سعادت میخوام. دائما دولتمون تنج آسایشته باشد. از این اون که پرزیدنت ما اینقدر معلوم و اعتبار داشته خرسند شدید؟ خیلی من منت دارم. پرزیدنت همه خیلی ما به اعتبار دادگیش من خیلی منت دارم. ما معلم ها از این قرار پرزیدنت خیلی خرسند شدیم. معلم ها هم کمتر قدرشون با پرزیدنت رسیدگیش به ما خرسند شدیم، منت دار شدیم. با سربلندی ها پیشواز گرفتیم. 28 سالگی ریسپوبلیک ازبکستان ما را باز خرسندی خرسندی همراه شد. ما خیلی منت داریم بسیارتر پرزیدنت ما. در طول قریب 3 سال آخر راهبر دولتمان پیوسته تلاش دارد تا همین سعادت عادی انسانی را به هر نفر شهروند ازبکستان بخشد و تمام اصلاحات کلی، تجدید نظر به دیروز و امروز و فردا، دگرسازی های صفتی و نهادی در تمام جبهه های خواجگی خلق مملکت به همین مقصد انسان پرورانه نگرانیده شده است. عالی‌ترین مقصد راهبر دولت و حکومت ازبکستان تأمین حقوق و آزادی خلق، خدمت کردن به حضرت انسان است.
تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. امروز ها من در کشور ما در وادی فرغانه عجیبی ما bayram 28 سالگی مستقلی ازبکستان ما می باشد. در ناحیه رشتان همین سال با مناسبت مستقلی، با مناسبت همون تشبوسی علاهده اعتباری زیادی محترم پرزیدنت ما نسبت به ناحیه رشتان بنیادکاری عجیب، بنیادکاری نهایت بسیار شده ایستاده است. از این بنیادکاری فراوانی تمام خلق ناحیه رشتان هم نهایت خرسند با غیرتی زیاد در این بنیادکاری ها اشتراک کرده ایستادند. کلان سالان هر روز دعا میکنند، میناداری اظهار میکنند نسبت به همین رهبرای دولت ما. خلقمان از همین بنیادکاری ها، از فراوانی حیات، از تینجی به خلق محیا کرده ایستاده همه خرسند. خلق ما از وطن ما، از پرزیدنت ما نهایتاً راضی است. معمولی که در نزد محله هست، در نزد محله خودمون باشد هم روز از روز محله با اعتبار گرفته شده جوشنده حل شده شده است. خیلی که پرزیدنت ما گفته شدن که خلق امروز از تمام رهبریت ازبکستان راضی شدنش در کار است گفته شدن. من رئیس محله همین گفتنی هستم که در ناحیه ما همینقدر دور بودنش و در اینوبت گرفته شده نهایتاً در آبادگرچلی دیگرش همه با همین طرف اعتبار گرفته شده است. تنتنه‌های ایدانه با اشتراک فعالان، وکیلان تشکیلات و مؤسسه های ولایت، مهمانان خارجی در صحن محتشم کاخ تئاتر و کنسرت فرغانه دایر کردیم. در سخن تبریکی حاکم ولایت فرغانه، عضو سنت عالی مجلس ریسپوبلیک ازبکستان شهرت غنیف و مناسبت 28مین سالگرد استقلالیت دولتی ازبکستان همین جهت‌های کاملا انسان پرورانه سیاست پرزیدنتی مملکت و بیش از پیش در سراسر ولایتمان عملی شدن آن تاکید کردید. حاکم ولایت گسترش یافتن مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های طرفین سودمند ازبکستان را با کشورهای دور و نزدیک خارجی، رواج تدبیرکاری، پیشرفت و ترقیات، برکات و فراوانی روزگار خلق‌های سرملت ازبکستان، افزودن نفوذ و آبروی ازبکستان را در میدان سیاسی جهان خاطر رساند و با فرمان رهبر دولتمان سزاوار قهرمان ازبکستان شدن رهبر خواجگی فرمیری نورلی آباد از ناحیه آلت عریق لالخان مراد را تبریک نمود. بعد صدا دادن گیمن دولتی ازبکستان صاحب استقلال تحت شعار جاویدان امان باش جان ازبکستان برنامه کنسرتی تقدیم کرده شد. استادان و اهل صنعت ولایت توسط سرود و موسیقی، رقص و ترانه و صحنه‌های بدیعی محبت و صداقت خود را به وطن عزیز و یگانه ازبکستان افاده نمودند. در برنامه کنسرتی نیز موضوع دوستی خلقای سرملت ازبکستان، بنیادی با اعتماد امنیت و آسایش، آزادی و آبادی خلق و وطن بودن آن جایگاهی ارجمند داشت. 40 میلیون تومان من راه منفش کردم 300 متر به بازم من مسجد رو یوردم گفتم قبرستان نکردم و کوپر ساخته دادم. انا که محلی انگار با وعده دادم پیش ادارش و 20 متر جوا و میکنم لطو خوانه میتونم گفته حول وعده دادم. میخواهم که وطن من با تین شود نخ شود. من به ملول من در خانه ها خون بیرم جنگ نه تینجی امانی ازبکستان در رویدن هم شونه میکنم من خرسندم من. با مناسبت 28 سالگی مستقلی ریسپوبلیک ازبکستان در مرکز ولایت هم جمع آمدیم و این روز خرسندی از این وایف استفاده برده
تمام مملکت ما اولشون بر روز مستقلی تبریک کو تهنیت ها میگم. من خیلی که با ما معلوم است من سالهای 2019 با ما جدا با چفکارو سال نقش شد، با ما اعتبار کلان شد از طرف پرزیدنت ما از این جدا خرسندیم. من میخواهم که دایم عثمان ما مصفا باشد، خلق ما تین باشد، هیچ کسل بیمار نشود و دایم آنم خیلی خرسندگی کردم. بشک به استقلالیت دولت صاحب شدن وطنمان که آرزوی چندین عصره نیاکانمان بود، حیات، طرز زندگی و هدفهای اقتصادی و سیاسی، فرهنگی و معنوی ما را به کلی و به خوبی تغییر داد و افاده دیگر مرامنامه زندگی مادی و معنوی ما با عالی‌ترین ارزش‌های تاریخی، ملی و عمومی بشری هماهنگ گردید. تدبیرهای مدنی معرفی ایدانه که به شرف 28مین سالگرد استقلالیت دولتی وطنمان تحت شعار جاویدان امان باش جام ازبکستان در شهر و ناحیه‌های ولایتمان برگزار می‌گردد. به همین مقصد سازنده نگرانیده شده است. بیست سالگرد استقلالیت وطن امسال نیز در ناحیه سوخ در باغ نوبنیاد مدنیت و استراحت در یکجایگی مردم ناحیه و مهمانان از جمهوری‌های برادری تاجیکستان و ازبکستان تشریف فرموده استقبال گرفته شد. واقعا بعد به سر قدرت آمدن پرزیدنت شوکت میرزیویف در ازبکستان مناسبت‌های دوستانه کلاً تغییر یافت. درهای بسته کشورهای آسیای میانه برای هم بازگردیدند. مفهوم دوستی معنی نو کسب نموده به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافت. بعد استقلال از شهر اسفره رسولیک برادری تاجیکستان نیز یک گروه وکیلان تحت رهبری معاون رئیس شهر اسفره جعفر محمد حیدرزاده تشریف فرمودند. پیش از همه با راهبری دو دولت مینانداری خیش رو مردم شهر اسفره رو بیان می‌نماییم که امروز روز به تمام شرایط‌های مهیا کردن برای مستحکم نمودن دوستی دو خلق و بین نهاد همه طرف نزدیک، هم علم هم مدنیت همه طرف نزدیک. برای همین من آرزو دارم که در آینده این دوستی رفاق بسیار رواج و نرم دارد. باید قید کرد که یکی از سمت استوار استراتژی حرکت‌ها دایر بر رواج دادن وطنمان در سالهای 2017-2021 این تامین فضای مساعد مستحکم سازی دوستی و رفاقت و مناسبت‌های طرفین با رسولیک‌های همسایه و خارج کشور، تامین بی‌خطری، تفاهم بین المللی و تحمل بین دینی، پیش بردن سیاست خارجی در اساس روحیت منفعت طرفین، مستحکم سازی استقلالیت، شکلیابی محیط همسایگی اهلانه به حساب می‌رود. در دوام مدت سپری گشته در این سمت توسط سیاست عادلانه و عاقلانه سرور دولت عملهای بسیار نیک و نجیب به اجرا رسیدند. تشریف مهمانان از رسولیک همسایه قرقیزستان نیز به فیض عید استقلال وطن در سوخ مرز فیض نو عطا کرد. گروه مهمانان از این رسولیک تحت رهبری جانشین حاکم ناحیه بتکن طلایبک ابراهیموف به ناحیه‌مان تشریف آوردند و آنها را نیز سران حاکمیت ناحیه سوخ با خوشی به حد استقبال گرفتند. Biz daim bir elbiz. Bizдің osmonimiz bir, havamiz bir, qolaversa tilimiz bir, dilimiz bir, dinimiz dag'in bir bo'lib ketadi. Андықтан shu sizlardan bugungi mustaqil bayramingizlar bilan chin ixlosdan qutlaqlayman. Daim bizning elder, O'zbekiston, Qirg'iziston eldari жақшынақай еріп қатынашта туған болып, дос болып, құда сөйік болып жүргенге Құдайым сіздерге денсаулық берсін, бардығызға omad берсін. Sizlarni bugungi eng iyik, eng aziz bayram, mustaqillik bayramingizlar bilan chin yurakdan o'zimdan yana Qadamjo'ron hokimiyat totidan ixlosimdan qutlaqlayman. Bayramingizlar qut bo'lsin. تئاتر هوای کشاد ناحیه که تدبیر ایدانه اساساً در همان جا برگزار گردید بسا زیبا و ایدانه آرا داده شده بود و شعارهای وطن دوستانه و لیواهای همچون موج پرافشان ازبکستان در دل هر یک نفر ساکن ناحیه حس مهر و محبت نسبت به وطن را باز هم جوش میزناند. به کشور آباد و آزاد توی تنتنه ها میزیبد. میگویند که این حق است و راست. تدبیر ایدانه 28 سالگی استقلالیت در سوخ به شام حقیقی دوستی تبدیل یافت. با دستت کاسه سرخی بری
از این حرفی من اصلا نرنجی نرنجی وای نرنجی نرنجی تو از این گپی من اصلا نرنجی. به لب آب نشین و گذر عمر ببین، این اشارت ز جهان گذران ما را بس. در حقیقت این آب روان جاری می شود و در راه خود چقدر زمین ها را شاداب می سازد، باعث سبزیدن و شکفتن چقدر سبزه و گل ها می شود، باغ ها را، میدان زارها را، کیچ زارها را به بار می آورد. دل می خواهد هر یک لحظه عمر گذران ما که مثل همین آب روان با شتاب می گذرد و به بازگشت می گذرد، در دلهای دیگران گل مهر و محبت را شکفاند. هر نفس عمر ما برای وطن باشد، برای این خلق عزیز باشد. این وطن، این خلق عزیز، این سرزمین نازنین همیشه همچنین برقرار و بردوام بماند. رستگاه اولینم، ایستگاه آخرینم. ای بزیبایی یگانه در ته چرخ برینم. در حقیقت این چنین باشی نباشی، من تو را این گونه می بینم. واقعا برای هر انسان صاحب دل، صاحب شعور و خودشناس، وطن مادر یگانه است در زیبایی بی تکرار و مقدس. از اینجاست که ما زندگی و سعادت کامل خود را بدون وطن مادر تصور کردن نمی توانیم. عزت و احترام و ننگ و نام ما وطن است و غم و شادی وطن غم و شادی ماست. دل می خواهد این بیت های استاد لایق شیرعلی را گشته و برگشته تکرار کنیم. به غربت دیده ای بس به وطنهای حقیر و زار، هزاران شکر کردم که وطن دارم، وطن دارم. در حقیقت وطن داری سعادت است، بخت است، بختی که خداوند بزرگ عطا فرموده و رسیدن به قدر این بخت، به قدر این سعادت وظیفه و کار و رسالت هر یک وطندار است. عزیزان، امروز که 28مین سالگرد استقلالیت دولتی وطنمان را با خوشنودی استقبال میگیریم، دل میخواهد هر یک نفس زندگی ما، هر یک قدم ما به آن روانه کرده شود که این استقلال 28 ساله ما سالهای زیاد برقرار و بردوام باشد. پیشرفت و ترقیات، امنیت و آسایش توسط دانش، هنر و دل انسان پروری ما مداوم گردد. سلامت باشد. بار دیگر عید وطن و هر یک شما مبارک باشد. واقعا استقلال نعمت بی‌بهاست و رسیدن به قدر این نعمت به هر یکی ما و شما، برای هر یکی ما هم فرض است و هم قرض، زیرا پدر و بابایان ما به آزادی، به استقلالیت به آسانی صاحب نگشتند. و از آن برنامه‌های تلویزیونی سوخ دوام دارد. طوری که آگاه هستید ناحیه سوخ با وجود از مرکز در کنار بودنش روز از روز رواج می‌یابد. روز از روز در این ناحیه کوهی دیگرگونی‌های کلی به عمل آمده ایستادند. ناحیه ما رو به ترقی نهاد و در آینده خیلی نزدیک به یکی از شهرچه‌های زیبای تبدیل می‌یابد. البته ناحیه سوخ. و طوری که آگاه هستید به قریبی به ناحیه سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان و این چنین یک چند مهمانان یعنی رهبران با نفوذ کشور تشریف فرموده بودند و در این روز در ناحیه 4 ابیکت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. در این باره گزارش مخصوص تهیه ساخته بودیم و حالا همان را در یک جایگی
تماشا میکنیم. توجه کنید. در یکی از ناحیه‌های زیباترین و دوردستترین ازبکستان سوخی بهشت مانند شکوه اصلاحات، دگرگونی و ترقیات می‌وزد. در نتیجه سوخ آباد گشته حیات مردم فراوان می شود. دیروز در ناحیه 4 ابیکت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. مهمترینش آن است که در مراسم گشاده شوی انشاءات‌های اجتماعی مصلحتگر پرزیدنت ترسونخان خدایبرگانف، معاون وزیر کارهای خارجی الهام نعمتوف، سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در ازبکستان صادق جان امامی، رهبر ولایت شهرت غنیف ها اشتراک کردند. مهمانان را در سرحد در وضع متنتن استقبال گرفتند. جوانان سوخ با لفظ شیرین تاجیکی و ازبکی در زیر صدای کرنه و سرنه مهمانان را خیر مقدم گفتند. مهمانان سرول از مکتب رقم 11 که یکی از پیشقدمترین و نمونه‌ترین دبستان در ناحیه به شمار می رود دیدن کردند. بیگانه برای تو برادر شوندنی نیست. در درآمدگاه مکتب صورت همدیگر را به آغوش کشیده سران دو دولت عکس یافته که آن واقعا نشانه روز تا روز مستحکم گردی مناسبت‌های دوستانه ازبکستان و تاجیکستان می باشد. خوانندگان صاحب استعداد مکتب توسط قرائت شعر و سرود با زبانهای تاجیکی و ازبکی به مهمانان عالی قدر کیفیت اعلا بخشیدند. به تاجیکی و ازبکی سخنگویی های آنها را دیده سطرهای زیرین استاد روشن مومن به لوح خاطر آمد. لذت زبانهای تاجیکی و ازبکی عجب گواراست، گویا دو دانه گیلاس یک بند. واقعا تاجیک و ازبک از ازل با هم دوست بوده، عرف و عادت و قدریت هایشان نیز یک است. ابتدای این دوستی از دوره مولانا جامی بزرگوار و شاگرد او علیشیر نوایی منشأ گرفته است. سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در ازبکستان صادق جان امامی هنگام سخنرانی دوستیگری جامی و نوایی را صادق بودن و صادق ماندن را برای امروزیان این دو قوم معظم هم فرض است و هم قرض است گفت. در محله چشمه در قد راه خانه های خوش صفت و خوش ساخت قامت افراخته که به عائله های دارای امکانیت محدود و کم تامین داده می شود. بدل ابتدایی آن از حساب بودجه دولت سپاریده شده، خود همان روز به 10 نفر آنها خانه های نمونوی در وضع متنتن سپاریده شد. در مراسم به استفاده سپاری رهبر ولایت و مهمانان عالی قدر نیز اشتراک کرده قید نبودند که در ازبکستان صاحب اختیار هیچ کس هیچگاه از اعتبار دور نخواهد ماند. مهمانان به باغچه نوبنیاد محله قلعه نیز تشریف فرموده از حالت امروزه آن دیدن کردند و افسوس نخوردن از تشریفشان، زیرا انشاءات خوش ساخت ترتیب در باغچه حاضر جوابی و برا برا شعرخوانی خردککان دل آنها را لبریز از شادی و فرح ساخت. اقرار باید شد که غایه انسان پرورانه سرور دولت آینده از باغچه سر می شود در ناحیه های دوردست نیز به عمل ثمرناک تطبیق گردیده و تعارف دامن فراخ می کند. در دوام سال جاری در ناحیه 5 عدد مؤسسه تا مکتبی مورد استفاده قرار گرفت که آن دارای همه امکانیت ها می باشد. جناب سفیر دگرگونی و آبادگردی های سوخ را دیده بار دیگر اقرار شد که در ازبکستان برای مملکت حقوق بنیاد برابر حقوقی ملت ها تامین گردیده است. سوخ که یک ناحیه دوردست، یک ناحیه تاجیک نشین است، از نظر و اعتبار رهبر ازبکستان و حکومت کشور دور نمانده است، گفت او در دوام نطقش. واقعا سوخ شهرک است که مثلش در دیگر گوشه های ولایت به نظر نمی رسد. معمای راه را به اینابت نگیریم، سوخ خیلی رواج یافته ایستاده است و اهالی این دیار از سیاست کنونی راضی هستند. حل مسئله راه نیز نزدیک است، زیرا چون در بالا گفتیم در ازبکستان آزاد هیچ کس هیچگاه قطعی نظر از منسوبیت ملی و دینی، موقع سیاسی و اجتماعی از اعتبار دور
نخواهد ماند. بعد آن مهمانان راه سوی مرکز ناحیه گرفتند. واقعا سالهای آخر مرکز ناحیه آباد گردیده، قد افراختن انشاءات‌های خوش‌ساخت حسن مرکز را دهچن افزوده است. مرکز خدمت‌های دولتی مرکزی است که برای خلق است، از آن خلق است و به خلق خدمت صفتناک می‌رساند. به نزدیکی مورد استفاده قرار گرفته بود. در این مرکز تمام شرایط کار و خدمت رسانی مهیا است. مهمانان از مرکز خدمت‌های دولتی نیز دیدن کردند. در داخل مرکز با مراجعت کننده های مرکز واخوردند. می توان گفت که مورد استفاده قرار گرفتن چنین مرکزهای خدمت رسانی در ناحیه دوردست سوخ از آن دلالت می دهد که سیاست انسان پرورانه و خردمندانه پرزیدنت کشور در ناحیه های دوردست نیز ثمره خوب می دهد. مرکز مدنیت نیز در مرکز ناحیه قد افراخته است و آن از حساب بودجه دولت از نو تعمیر گردیده امروز دارای همه قلعه ها می باشد. به هر یک محفل خانه علاهیده، کتابخانه، تالار مخصوص را دارد که همه آن با جهازهای زمانوی تأمین شده است. مهمانان به این مرکز نیز آمدند و از یرمرکه محصولات‌های خواجگی قشلاق ناحیه دیدن کردند. قید گردید که ساحه خواجگی قشلاق یکی از عضوهای اساسی اقتصادیات ناحیه به شمار می رود. به مناسبت مراسم به استفاده سپاری مرکز مدنیت در تالار آن دستور ادبی بدیع نمایش داده شد که از لذت آن مهمانان نیز بی بهره نماندند. رهبر ولایت و جناب سفیر به سخن برآمده به مردم ناحیه سوخ بهر مهنت دوستی و آبادگریشان عرض منتداری اظهار نمودند. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 28 yilligi bayrami arafasida O'zbekiston Respublikasining eng jannatmakon ko'chalaridan biri bo'lgan So'x tumaniga bugun ajoyib mehmonlar, ajoyib insonlar tashrif buyurdi. Aziz do'stlar, bugun ajoyib sana. So'x tumanimizda bugun bir qator bayram suhbati bo'lib, qurib bitkazilgan, obodonchilik, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilgan, obod mahalla, obod markaz, obod tuman bo'yicha So'x tumanimizda bir qator xalqimizga xizmat qiladigan nufuzli idoralar, maktab, bolalar bog'chalari, mana shu ishlab chiqarish korxonalarini tadbirlarni ochilishiga tashrif buyurdik. Barchamizni sizlarni, ya'ni so'xliklarni men juda ham yaxshi ko'raman deb O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bu yil 2019-2020 yilda So'x tumanimizda bilasizlar 35 kilometr yangi yo'llar quriladi. Mana bir necha korxonalar ochilyapti. Hattoki So'x tumanimizda yaqin kunlarda ishlab chiqarish korxonalari, qurilish mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalar ham ochiladi. Shuning uchun hamma yangilikdan xabar bo'lasizlar aziz do'stlar. Umuman olganda bugun madaniyat uyini ochilishi So'x tumanidagi ajoyib san'atkorlar, viloyatdagi san'atkorlar hozir qisqacha sizlarga o'zlarini mahoratlarini namoyish qilishadi. Bu yerda mana ajoyib insonlar 90 yoshda qoralayotgan Sharobiddin domla, 80 yoshdan oshgan Domla Po'loviy bilan Sharobiddin domla o'tirishdi. Rahmat. Aziz do'stlar, barcha so'xliklar, farg'onaliklar, O'zbekiston Respublikasida istiqomat qilayotgan aziz insonlar nomidan mana shu Tojikiston Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Sadirjon imomiga bizni esdalik sovg'alarimiz bor. Milliy sovg'amizni topshiramiz va shundan so'ng ikki og'iz so'zni Sadirjon imomiga beramiz. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Barcha do'stlar bu istiqomatli dazmi, ya'ni O'zbekiston sayt va hamma ishmo salomli ma'lum davlatlar Tojikiston rasuli.
مثلا مثال همه شما رو به فرارسی سوگرد استقلالت دولتی جمهوری برادر ازبکستان تبریک نمایم و همتون تمام پیشوی زندگی سلامتی بردباری های تمنا نمایم. همه ما شاهدان هستیم که در این یک مدت چند روزیات و شرافتی سیاستی خردمندانه انسان پرورانه پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شاکر میراموش میرزیف تمام پیشوی کانال کشور برادر یاردون میشوند و امروز ما قبل از اینکه به این برنامه خیلی زیبای و شما تشریف آوریم در چند مراسم اشتراک کردیم و دیدیم که راهکاری راهبری دولت ازبکستان نسبت به تمام اهالی ازبکستان و مردم تاجیکستان پاکستان و سختگیران قرار داد. می‌دانم که همه شما این راهکاری‌ها برای صمیمی شما می‌گید و برای پیشرفتن این سرزمین جای بهار همین پیش‌جایی که روانه می‌کنید و دستور مردم برادر که از دنیای ما درست ماداست باز هم تقریبا سلام باشید. مصلحتچی پرزیدنت ترسونخان خدایبرگانov سخنان رهبر دولت را به خلق ناحیه رسانیده گفت که در ویدیو سلکتوری پارساله دختر بنیاد باغ استراحتی را تکلیف داده بود و شخصا پرزیدنت سپارش داد که از شرایط امروزه آن دختر پرسان شوم. امروز او چه کاره است یا در کجا تحصیل میگیرد؟ حید خان منورجان گلستانی بود، آن دختر صاحب استعداد که پرزیدنت او را پرسیده است. Bugungi kunda Xo'jand davlat universitetining 2-kurs talabasiman. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichning tashabbuslari bilan So'x tumaniga boshqa tumanlarga nisbatan juda qattiq e'tibor ko'rsatiladi. Buni prezidentimizning viloyatimizga qilgan tashriflarida agar shu so'xliklarni qilgan talablarini o'z vaqtida ijro etsangizlar, men sizlardan roziman deganlarini o'zidanoq bilish kerak. Muhtaram prezidentimizning xalq qabulxonalariga murojaat qilganimda Farg'ona viloyatida tojik tili filologiyasi ochilishi bo'yicha taklif bergan edim. Ana shu taklifimiz men kichkina bir qishloq qizining taklifi e'tibordan, nazardan chetda qolmadi. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan Farg'ona davlat universitetida tojik tili filologiyasi ochilib, bugun bir qancha baxtiyor so'xliklar ana shu yerda o'qib izlanishmoqda. Vatanparvar so'xliklarning ana shunday farzandlari kelajakda yetuk kadr bo'lib O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilishiga men o'zim va'da beraman. در حقیقت سوخ کان استعداد است. در ناحیه جوانان خصوصا دختران صاحب استعداد بیشمارند. حید خان که خود ایجادکار است و در مکتب تاجیکی تحصیل گرفته است، با برابر خوب دانستن زبان مادریش زبان دولتی را کم نی و بهتر و خوبتر از دیگران میداند. صنعتکاران باشند در موضوع دوستی خلقهای تاجیک و ازبک سرود و ترانه‌های دلانگیز سراییده طبع مهمانان و اشتراکداران مراسم را خوشنود ساختند. Uzbekistan
خودی همان روز فابریکه دوزندگی نمونه سوخت که در جماع شهروندان محله سر کنده بنیاد گردیده است مورد استفاده قرار گرفت. در مراسم گشوده شوی آن صنعتکاران نامی ولایت نیز اشتراک کردند. فابریکه مذکور دارای امکانات‌های زیادی کاری بوده، با آنجا زیاده از 130 نفر زنان و دختران به کار جلب کرده شدند. محصولات‌های خوش‌صفت را با نرخ نسبتاً ارزان استحصال کرده ایستاده است و از روی معلومات دیرکتوری کارخانه اکسپورت نمودن محصولات‌ها به کشورهای خارجی نیز به نقشه گرفته شده است. من امروز روزی نیکی فابریکه ما شده شد، ما با کارها تامین کرده شدیم. همه من این کار و تامین کنی پرزیدنت ما خرسام، پرزیدنت ما رحمت. مهمانان از فابریکه مذکور دیدن کرده به خلاصه آمدند که سوخت در آینده خیلی نزدیک به یکی از پیشقدمترین، آبادترین و فراوانترین ناحیه‌های ازبکستان صاحب اختیار تبدیل می‌یابد. آینده سوخت بزرگ است. واقعا اعتبار به ناحیه سوخت طرف بلند می‌گردد و می‌توان گفت که روزهای از امروزمان خوشتر و خوبتر مردم سعادتمند سوخت را منتظر است. به ناحیه سوخت بار اول آمدم و خیلی خوشحال شدم که در این ناحیه دوردست تا به امروز عرف و عادت، عنعنه و قدریت‌های ملی ما پابرجاست. فرهنگ، ادبیات، ورزش، ساحه صاحبکاری در این سرزمین خیلی رواج یافته است. به برقراری دوستی و بازگردیدن سرحدهایمان زیاده از 2 سال می شود و عرض سپاس به رهبر ازبکستان که دوستی را جستجو دارد. تشریف من به ناحیه سوخت، از نزدیک شنا شدن من به تاجیکان سوخت نتیجه سیاست عاقلانه و خردمندانه رهبر ازبکستان محترم شوکت میرزیایف و رئیس جمهور تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان می باشد، گفت سفیر ضمن صحبت با ما. ما نیز در انتها گفتنیم که پاینده باد صلح و آسایش، آبادی و آزادی و هرگز به دوستیگری خلقهای تاجیک و ازبک چشمی بد نرسد.